والورده اومد سمت چپ کوکوریا بازم برمیگردونه برای والورده زنی هم نمیده. 1-2 فوق‌العاده کیلیان امباپه بریس میکنه در برابر رئال سوسییداد. دست بردار نیست دوناتلو. در 60مین دقیقه گل دوم رئال به ثمر میرسه. چقدر خوب تیم ژوزه مورینیو در زمین مسابقه خودشو پیدا میکنه. اون بزنگاها میتونن قشنگ گره بازی رو باز کنن. 1-2 امباپه با جود بلینگام رو ببینید. عالی بود کار بازیکن‌های رئال مادرید. در جناح راست بود و چند پاس کوتاه اومد جایی که کوکوریا حضور داره. پید والورده اینجا یه پاس خط شکن درجا با 1-2 و این ضربه بغل پای مطمئن که دیگه راهی به مرکز دروازه نداره.